کمال فصلی هستم از ولسوالی مالستان ولایت غزنی. دیگه مدتی 2.5 سال میشه که یک از شهرهای کرمانی هستیم و مصروف کاربار مجسمه سازی و سنگ‌تراشی و امروز هم آمدیم همراه دوستیم علی رحیمی که همچنان همکار است و هر دوی ما از طریق ویزه آمدیم، ویزه یاوسبیلدونگ حاصل کارآموزی در کشور آلمان. دیگه رشته هر دوی ما یک رشته است و امروز هم آمدیم در یک از شهرهای ایالت بایرن و اینجا هم کار عملی ماست. دیگه از علی هم مکتبش اینجاست. دیگه امروز هم آمدیم که از طبیعت لذت ببریم، از سنگ‌ها دیدن کنیم و سنگ‌های طبیعی. دیگه دوستا می‌خواستم من برایتون یک معلومات بدیم، کسایی که میخواین از طریق ویزه یاوسبیلدونگ طرف کشور جرمنی یک ویدیوی کوتاه دیگه میگیریم برایتون معلومات میدیم. کسایی که میخواد در کشور جرمنی کارآموزی ببینه